حدیثی هست، حدیثی صحیح در کتاب علم در ریاض الصالحین از امام نووی که حضرت این حدیث در این کتاب علم جمع آوری کرده است: اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمل الا من ثلاث: صداقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جان من فدای پیغمبری خدا، چی سخنی خوب گفتن. بنده های خدا گفت روز از روزها نامه اعمالتان پوشیده می شود، جانتان خدا قبض میکنه، دیگه شما نه بدی کرده میتونین نه نیکی کرده میتونین، در خانه قبر منتظر قیامت خواب میکنین. لیکن نامه اعمالی بعض از انسان ها کشاده است گفت پیغمبر. و بین خوش به حال آن بنده ای که نامه اعمال در دنیا هویت کشاده است، ثواب میرود. و کوشش کن از جمله انمین ها باش. اینا را من برای چی از گویم عمق دل، از سوزش دل به خدا قسم برای شما ساده میکنم، برای شما عادی میکنم که شما فهم این دروید. کوشش کنید از جمله این سه طایفه باشید، نه در دنیا غمگین میشوید نه در آخرت بنده بهترین خدا به شمار میروید. صدقه جاریه، از جمله آن کسانی باش که صدقه جاریه میکردگی باشی، پول تو در راه خیر صرف میشده باشد. راه ساز، آب بکش، مهمانخانه بساز، مسجد بساز، مکتب بساز، یک دختر شوهر بده، یک بچه را زن بده. بهترین صدقه های جاریه هستند. از جمله اینا باشین. پولتان در راه خیر صرف کنید، زیرا حبیب خدا میگوید بهترین پول سه پول است. سه پول از جمله اونها باشید. کسانی که در حق اهل عیالشون، کسانی که در چیزهای سوارشون، کسانی که در بنده های خدا در راه خدا خیر میکنند. بهترین پول این سه پول است. پریشان کنی امروز ای گنجی نجوس، ای آدمی که امروز میلیون جمع کردی، صدها هزار دلار جمع کردی، اینا داد خدا هستند، خدا نصیبت کند. ما دشمن پولی تو نیستیم، ما دشمن تو نیستیم، ما دعا میکنیم که تو همیشه خداوند با دولت باشی. لیکن حضرت سعدی باز نصیحتت میکند: پریشان کن امروز ای گنجی نجوس که فردا کلیدش نه در دست توست، کلیدش در دستت نیست فردا. دویم کیست؟ یکم صدقه جاریه. دویم کسی که علم دارد، علم برای منفعت شریعت استفاده میبرد، از علم او مردم بهره میبرند، علم برای دریافت منصب و جاه و ثروت و دولت استفاده نمیبرند. علم در راه حیله و نیرنگ استفاده نمیبرند. علم خدا دادگی را برای بهبودی برای مردم، برای راست هدایت کردن به گوش مردم میرساند. این عالم در قبر خوابم که باشد، آن شاگردهایی که از او سخن جمع کردن، سخن یاد گرفتن، حدیث شنیدن، ثواب او در نامه اعمال عالم رفته ایستاده است. خوش به حال همون عالم ها. پناه به سوی پروردگار میکنیم من علم لا ینفع، از علمی که فایده ندارد، از علمی که دروغ است، از علمی که فقط برای تله و تاراج است. از این خیل علم خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم. سوم حبیب خدا گفت نامه اعمال کی کشاده است؟ او ولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که خود جان به حق تسلیم کرده و فرزند صالحی که بالای سر تو کلمت گفت، فرزند صالحی که معنی تو را بست، فرزند صالحی که تو را غسل داد، فرزند صالحی که جنازه تو را خواند، تابوت تو را برداشت برد در قبر با دستای خودش. این تنه نازکی که 60 سال 70 سال برای این فرزند تو صرف کرده بودی،
اذیت کشیدی، مشقت کردی، با دستای خود در لحد تو گذاشت و گفت دیدارها تا قیامت پدر. انا گفت سیوم طایفه همون آدمی هست که فرزند صالح در دنیا باقی میماند. دادرای عزیز کوشش کنید فرزند خوب باقی پدر، فرزند بد داغی پدر. فرزند خوب کنین باقی جنت از شماست. فرزند ناخوب برآمد، اهمیت ندادی، بی پروایی کردی، این داغی هست در روز قیامت برای تو.